رشد ساحه معارف همچون ساحه افضلیت‌ناک و پیشبرنده جامعه در سیاست اجتماعی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان موقع اساسی را کسب کرده است. پیشوای ملت از نخستین روزهای به دوش گرفتن مسئولیت راهبری کشور توجه خاصه به ساحه علم و معارف روانه کرده، رشد باثبات این ساحه را همچون عامل اساسی پیشرفت و ترقیات دولت و ملت در محور سیاست پیش گرفته خود قرار دادند. نتیجه همین توجه و غمخوری ها بود که در زمان صاحب استقلالی کشور در تمام منطقه های وطن محبوبمان ساحه معارف رشد یافته، برای فرزندان ساکنان شرایط های مساعد زمانوی تعلیم و تربیت فراهم آورده شد. در ناحیه اشت ولایت سوخت نیز برابر دیگر منطقه های کشور در زمان صاحب استقلالی ساحه معارف رشد یافت. بنیاد مؤسسه های تعلیمی زمانوی، فراهم آوردن شرایط های مساعد تعلیم و تربیت در مکتب ها، تامین آنها با لوازمات تعلیمی و تعمیر و از نوسازی مکتب ها امکانیت فراهم آورد که سطح و صفت تعلیم و تربیت بالا رفته، سویه دانش خوانندگان بلند گردد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همه ساحه البته یک کار نقض، یک کاری فقط پیشروی را میکنند. نتیجه دستگیری های این گفته های این پرزیدنت محترم ما که شاگردان ما، فرزندان ما من به مکتب‌های نو بنیاد کرده ایستادن که انا همین بی‌واسطه با دستگیری همین جناب عالی محترم امام علی رحمان میباشد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 به نام قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی دهه بابادرخان جماعت دهات پانغاز ناحیه اشت که سال 1924 تأسیس یافته بود، با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در دوران صاحب استقلالی پوره از نفساز گردید. در این مؤسسه تحصیلات میانه عمومی عین زمان و نزدیک 200 نفر خواننده 23 نفر آموزگار تعلیم می‌دهند. با افتخار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ساکنان دهه بابادرخان تصمیم گرفتند با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و ناحیه اشت در روبروی این مؤسسه تعلیمی باز 8 اتاق علاوگی تعلیمی فنی، تالار ورزشی و مجلسگاه بنیاد نمایند. عین زمان طریق حشر دست جمعانه ساکنان یک قسم کارهای ساختمانی این انشاءات تعلیمی به انجام رسیده، بنیاد پوره آن تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور به نقشه گرفته شده است. بنیاد این صنفخانه‌های علاوگی امکانیت فراهم می‌آورند که باز شرایط تعلیم و تربیت برای ساکنان این دهه خوبتر و بهتر گردد. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبری پیشوای معظم ملت ساحه معارف را در رشد آینده تاجیکستان عزیز در مد اول گذاشته. نسبت ساحه معارف آموزگاران و شاگردان غمخواری های زیاد کرده ایستادند که این باعث قناعتمندی و سرفرازی ماست. ما اهل معارفچیان اقدام های سازنده و آینده بینانه آنها را دوام داده برای پیشروی ساحه معارف، تربیه نسل سزاوار با تمام هستی کوشش نموده ایستادیم. مورد به ذکر است که طی 100 سال فعالیت این بارگاه معرفت شاگردان زیادی را به وی رسانیده است که امروز آنها در تمام ساحه‌های خواجگی خلق کشور و دولت‌های مترقی جهان کار و فعالیت و تحصیل نموده نفوذ کشور عزیزمان را در سراسر دنیا بلند برداشته ایستادند. عین زمان در ناحیه اشت 75 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و 15 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی فعالیت دارند. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی این ناحیه با 35000 نفر خواننده نزدیک 3500 نفر آموزگار تعلیم و تربیت می‌دهند. در زمان صاحب استقلالی کشور در این ناحیه 12 مؤسسه نوی تعلیمی بنیاد گردیده است و تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باز بنیاد 5 مؤسسه تعلیمی دیگر به نقشه گرفته شده است. تدبیرهای اندیشیده شده در پرتو سیاست معارف پرورانه حکومت مملکت عملی گردیده برای بهتر شدن سطح و صفت تعلیم و تربیت مساعدت می‌نمایند.